اینجا تا چشم کار میکند انواع پهپادها دیده میشه. پهپادهایی که در مرزهای زمینی و دریایی آسمان کشور را لحظه به لحظه رصد می‌کنند. این صحنه اقتدارآمیز به ثبت شدن صدها پهپاد ارتش جمهوری اسلامی ایران برای اعلام آمادگی کامل در مأموریت‌های رزمی، شناسایی، مراقبت، جنگالی و انتحاری است. امیر دادرس جانشین ارتش میگوید که این پهپادها گوشی از توان بالای رزمی ارتش است. تماما اینها اخلالگرها و تجهیزات رزمی و تجهیزات شناسایی کامل بر روش نصب شده و آماده اجرای مأموریته. حالا قرار است تمامی پهپادها از فردا در یک تمرین بزرگ اقتدار دفاعی ایران اسلامی را به رخ دشمنان بکشند. برد عملیاتی پرنده‌های بدون سرنشین ما از برد سامانه‌های موشکی ما سبقت گرفته. نیروها تا آغاز تمرین آخرین دستورات را مرور می‌کنند. آخرین کارمون به اصطلاح اسمبل کردن پرنده است دیگه که آماده بشه برای پرواز. هر نوع پهپادم دیده می‌شود. اینم یک پهپاد انتحاری. از پهپاد چند منظوره گرفته دو منظوره است، هم برای انتحاری استفاده میشه و هم برای چک سامانه‌های راداری و موشکی، تا پهپادهایی که کارکردهای بی‌نظیری پهپاد رو که میبینید این پهپادیه که در منطقه خاورمیانه مثل این نداره.